هیچ که کدگی نیست. اگر نمورد اولی مثال که همون پلیمون نیامده نوی چی مورد نگه 50 به 50 دنیا خلا 50 به 50 ما کسیون که کدوم اینه کسیون که کنیم 50 به 50 ما پول میگیریم. السلام علیکم باردار عزیزم و کسا سوز این خوبه این خدوان نگابون تون باشه. روسی گب یک همین اکتیوری شونا کرده گشته ایسیان یک حرام خر بود فخردین برنامه همین گوری عربی عرب شو بود. فخردین گوری عرب شو میگفتن شه فخردین قیترما هم میگفتن شه یا ماشینی که پدنلاتی بین نموسی خدو زده او چلانت بود. او را ما ویدیو هم کرده بودم. این مدار بردیگه میمونیم وزیر. سلام علیکم بچه جانا. اینا میخواد که خیلی من گفتم دستگیره کنن مردم. من خودم رو میدیدم مثالی اردام میکردم. من بچه هاکم جوانم هرشیده میگه سگرات کردیم داشتم تو دختری کسانی داشتم مثال باید دختری دیگه داشتم خیلی بیچاره هم وضعیت شام خیلی بیزیبه. خیلی ما گفتیم اون مردم دستگیره کنه و خیلی نو میرفتم امی پیش امی خونه هم مردک نو میشه زنش دادن. خیلی اومدم زنگ زدم خونی فخردین رفتم. خونی فخردین رفتم همینجا نشین عرب شو گروه عرب شو فخردین رفتم همینجا ده همسایه بده هم برای بولو ده گفتم که خیلی اومدم دومیروش زنش دادن اومدم زنگ زدم گفتم که خیلی بچه جون خیلی من خیلی وضعیت دارم شرایط دارم گو کجا دارم میکنم نه بردم خیلی پوسیدگی پوم خیلی من راه گشته نمیتونم یه سغلی حتیم دارم خیلی در مونده ایم ایجاره بشنیم اول منبع در به خونه نداریم خیلی یه دستگیری کنین برام ثواب میگیرم خودی هم بچه مردگی من گو خیلی برای همه رنگین پنگین تا بگی بیار رنگین پنگین مکدم گرفتم آوردم همش نشومش دارم اومدی در من بچه ها رو فیراد میکنم بچه ها بیاین گفته چی کنم سیونکت میکنی اومدن سیونکت کده خوشرو خیستن رفتن بچه ها ساده قطیق دومداره اوش قربون نیومدن دیگه همین فخردین واکی رفتن ای پگایش سر کرد همین 8 روز 9 روزه که پلیمو دادروی همون کارتا بود اومده که همین خونه و شکر کردین هولی نرین هولی نگیرین هولی منجر جمع شوه مو 50 به 50 میگیریم مو مردم سیونکه میکنیم هر یک سیونکه مو 50 به 50 پول میگیریم خیلی من نفهمده 50 به 50 شد خیلی خبته محل دو درجه نامی سیمیم و بیاید گفتیم اگر میلیون هم باشه میسال بعد خیلی من باشه نمیفهم با خیلی میدونی نخیلی میگیره نکنه محل خیلی با خیلی جنوزه رفته گفتیم بریم بگیم اوج بچه کوی رسیه خوله بره بگی جیانم بیچاره در رسیه یا کارتا به نومی او بود خوله بره پلو رو پرتم بریم بگیرین اوج فخردین جیانم میگولی نه پرتو که ما اومدون بعد تلفون رو که خپیدم بعد اومده پرتو خیلی جنوزش اومد خونه در اومد قطعی جیانم گاو زده پلو رو او گری پرت افتاد بوگاش گفت که همون کفتانسیوی پلا گفته چه کوی هم پلا گو مده پرتو گفته یاده اومده پرتو با گریف چه کوره در فخردین خودش پرتو بو خیلی نمی محکم کده خیلی ما پگوی پگی دیگه میون خیلی با میریم بو خیلی 3 روز گذشت بعدی او بو اومد دختره که گریف یا بربور نتونست رفت ایره در بیره موخ چون تلفونی را گرفتن روی همون دوشنبه درومدن چکو کدن نکدن گذروندن بو گریف بوده کمار پگویش بو گریف بردش بو هم خیل کت بو گرداند اومش ساعتی 5 بود خودش قچک خولی رو اومد گفت که کاغذی نوشته گیره که پلوتونا دزیدیان پلوتونا فامیلای زنکو نوم فامیلای زنکو این همی سواتون ده همی کرده همی زنک رفته همی زنک دزیده خودش کده گیه همون زنکوی ایندیولی تا خودش چارت کده خودش کیوی کشلو خودش کده گیه. خب باردار عزیز چقدر که مگیره مدار میبینیم مدار حتی گیریه کرده گیه ای قطعی هم مسلکونش مقصد دیگرش. خب ببینیم برادر عزیز اگه کک بوده که ای گم شده گیه کک بوده که را هیچ کنه میدونه که برای چی گم شده گیه کک بوده که کاروچی همین کینو دا بله کانتین ندارین اوخی شما ایزو بکشین یا چیزی کنین که یک کودک شما یا چی یاد بگیره یک آدمای نرمال یک چیز شما بفهمه یا بدونه که مقصد
ای کیه او کیه فلانی کیه اینی کارو را دست بزنین شما چا میکنین روسیایی میکنین دکونگی میکنین بیناموسی میکنین ای خیلی شیدگه او خیلی شیدگه این هم شما را کنکرت میگم که فخرالدین گوری عربشو паданалати беномуси даюси худозадаи занталоқ машенникӣ кардагиай аввал машенникӣ қати як бор зиндонӣ шудагӣ буд тирмаш кардагӣ буд яъне ба авф карданша озодӣ ба озодӣ ки бо хеле вай кардем гап назанам чанд муддат зиндонӣ будед муҳлаташ 7 солу 10 моҳ буд خیلی خرسان شدم وقتی که عفو شد از طرف اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم رحمان عفو شد از اونو خیلی مینه داریم با دوباره با مشینیکی کرد برادرای عزیز پلی کلان خطی حجمی کلان خطی مشینی کرد مسئله خانه و زمین خطی کروچی پلملگیری و خوی خورد گریخ بر رفت اینمی паданалате که نمی پراده دیده اینجا اگه چو میکنین دکونگی میکنین طرفداری میکنین که بوتا دیلتون میسوزه دیلتون با اوتا و چای خطون نمیسوزه که جا میبروین یک کس شما طرفداری و کیمچی گفت شما بیا من همین دهنی مرا نخورونه نه برادرای عزیز نمی شما دا میگم که نمی اوچلانه که میبینین در اسیا میبینین در ترکیه میبینین در کجا میبینین یا آقی پدری بی ناموسی دزی خدوزده ماشینیکای همین یک گپتون میگم دا برادرای عزیز همین دکونگیش میمونه کونتگیش میمونه کستگیش میمونه بیناموسیش بر میگرده دزیش بر میگرده نه که همین ماشینیک لوبای ماشینیک همین ماشینیکیش دست نمیکشه همین حرکت میکنه که با یک کسی دیگر را بیوه با ماشینیکی کنه با برابر داره عزیز خداوند مهربان نگهبان تو باشه همه اکتیورو و بلوگرو و کیمچی قور بلایی که هستین مثال که درباره یک کس گپ میزنین مردانه گپ زنین همین اگر که یک گپ زیادی گپ میزنین مثلا زن سه طلاق قسم میتونم که کک بوتا که تو نمیدونی که همین در جای و برای چی رفته گیای چی رو تصیح میکنی دیوسی خدازده بیناموسی حرام خرت خدت خداوند نگهبان باشه برادر عزیز داغ مونده که ان شاء الله داغ مونده میکنیم